امروز میخوایم که راجع به بابک زنجانی صحبت بکنیم. بابک زنجانی رو خیلی ها خوب نمیشناسن، به خصوص نسل جدید. خیلی ها اسمش رو شنیدن اما نمیدونن دقیقاً بابک زنجانی چطوری به قدرت رسیده و چطوری تبدیل به یکی از ثروتمندترین مردان ایران شده. روایت بابک زنجانی روایت یک فرد نیست، روایت یک دورانه. ما به دنبال این هستیم که ببینیم چطور ساختارها آدمها رو میسازن. بابک زنجانی نه یک قهرمان خودساخته بود و نه صرفاً یک تبهکار باهوش. او دقیقاً همان چیزی بود که اقتصاد تحریم زده و رانتی ایران برای بقای غیر شفاف به او نیاز داشت. بابک زنجانی دقیقاً چه کسی بود؟ تکنسین سایه ها یا نابغه قلابی؟ روایتی از تولد یک ثروتمند در شکاف تحریم. در زمان زندگی بابک زنجانی تحریم و بحران‌هایی که باهاش اومد برای او تبدیل به یک بیزینس شد. برای بابک زنجانی تحریم یک بنبست نبود، یک اتوبان یک طرفه به سمت ثروت بود. خیلی ها در ایران به خاطر تحریم ها فقیرتر شدند، اما عده معدودی بودند که از این تحریم ها استفاده کردند و ثروت های خیلی بزرگی به وجود آوردند. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی وقتی رگ‌های بانکی ایران قطع شد، نظام تصمیم گرفت برای فروش نفت و جابجایی ارز از میانبر استفاده بکنه. اینجا بود که بابک زنجانی با ادعای داشتن شبکه‌ای از بانک‌ها مثل بانک اسلامی مالزی و همینطور بانک‌هایی در تاجیکستان و شرکت‌های پوششی وارد بازی شد. او یک تکنسین جابجایی بود. دولت وقت به او نفت میداد تا او در بازارهای غیر رسمی اون نفت‌ها رو بفروشه و پولش رو پس از برداشتن حق الزحمات نجومی به داخل برگردونه. در واقع سیستم خودش آگاهانه به او مجوز غیر شفاف بودن داده بود. این مسئله خودش یک پارادوکس فساد قانونی در ایران به وجود آورد. تا یه روز قبل از اینکه بازداشتم بکنم میگفتن آقا ما باید مجسمه‌تو بسازیم دم وزارت نفت بسازیم. فرداش دولت عوض شد، صبحش اومدن گفتن این نمیدونم مفسد و فعل ارز بگیرنش. باید از خودمون بپرسیم آیا کار بابک زنجانی قانونی بود یا نه؟ اینجاست که داستان ترسناک میشه. در واقع در اون مقطع او از عالی ترین سطوح وقت یعنی وزیران و رئیس بانک مرکزی تاییدیه داشت. او در ظاهر یک سرباز خط مقدم جبهه اقتصادی بود. وقتی که نظارت نباشه 3 میلیارد دلار پول نفت به جای خزانه سر از پروژه های شخصی در دبی، ترکیه و تاجیکستان در میاره. حالا الان بابک زنجانی دوباره به شرط آزاد شده. یک زمانی توی انفرادی بود اما الان عکساش داره توی هتل دیده میشه. آیا واقعا او زندانی شده بود؟ زنجانی سال 92 بازداشت و سال 95 به اعدام محکوم شد، اما حکم اعدام او بیشتر شبیه به یک گروگانگیری قضایی بود تا مجازات. پیام سیستم روشن بود: تا پول را برنگردانی طناب دار منتظر است. اما در سال 1403 ناگهان ورق برگشت. اعلام شد که اموال او در خارج شناسایی و به کشور بازگشته. زنجانی که قرار بود اعدام بشه حالا نه تنها آزاد شده بلکه تصاویری از او در هتل‌های لوکس و جلسات تجاری منتشر میشه. 7 سال تمام توی انفرادی بودم خانم. 7 سال تمام توی 6 متر اتاق منو نگه داشته بودم که آقا تو این کارا رو کردی. هرچی هم گفتیم نشد. اموالمون رو بردن. چه کاری کرده بودیم؟ تحریم شده بود، پول مونده بود. گفتن اون پول نیست، حالا که پول بردن. او حتی از خرید باشگاه پرسپولیس و ساخت و سازهای عظیم صحبت میکنه. این بازگشت پیروزمندانه شوک بزرگی به افکار عمومی ایران بود. پیامی که میگفت
اگر به اندازه کافی بزرگ باشی سیستم با تو معامله میکنه. همین مسئله باعث شده که یک توهم در جامعه به وجود بیاد، یک توهم که بابک زنجانی رو دارن با ایلان ماسک مقایسه میکنن، انگار که او شبیه به افراد ثروتمند آمریکایی به خاطر نابغه بودن در بیزینس کردن و خلق کارآفرینی ثروتمند شده. یکی از عجیب ترین پدیده های اجتماعی در ایران بخشی از بدنه جامعه است که زنجانی رو ستایش میکنه و بهش لقب ایلان ماسک ایرانی میده. این یک سوء تفاهم ساختاریه، چون که تولید ارزش با رانت کاملا متفاوته. ایلان ماسک ثروتش رو از طریق تکنولوژی و نوآوری مثل شرکت تسلا و همینطور اسپیس ایکس در بازار رقابتی به دست آورده. ثروتش نتیجه حل یک مسئله علمی یا صنعتیه. اما زنجانی هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده. او فقط از اختلاف قیمت ارز و کارمزد جابجایی پول در فضای تاریک ثروتمند شده. این باعث شده که شفافیت در برابر تاریکی قرار بگیره. موفقیت ماسک زیر ذره‌بین بورس و رسانه هاست. ثروت زنجانی در حفره‌های تاریک اقتصاد زیرزمینی است. حالا اشتباه جامعه چیه؟ هواداران او تصور میکنن که او باهوشه، چون توانسته سر سیستم رو کلاه بذاره یا میلیاردها دلار پول جابجا بکنه. اما حقیقت اینه که بابک زنجانی فقط دسترسی‌های عجیب و غریب داشت. در یک اقتصاد آزاد زنجانی حتی یک روز هم نمیتونست با غول‌های تجاری رقابت بکنه. بابک زنجانی در واقع یک نابغه نیست. او محصول عدم رقابت در کشور ایرانه. حالا او در موقعیتی قرار گرفته که داره پولپاشی رسانه‌ای میکنه و چهره خودش رو به عنوان یک متهم تغییر میده. باید یک بار از خودمون بپرسیم چرا اخیراً نام بابک زنجانی دوباره سر زبون ها افتاده؟ به نظر میرسه که یک کمپین روابط عمومی قوی پشت این داستانه. ویدیوهای خوشرنگ و خوش‌لعاب، صحبت از کارآفرینی و حضور در پروژه‌های عام‌المنفعه، همگی برای اینه که قبح فساد کلان ریخته بشه. هدف اینه که بابک زنجانی نه به عنوان یک بدهکار نفتی بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذار نجات بخش به سفره اقتصاد ایران برگرده. این پولپاشی‌های رسانه‌ای تلاشیه برای تطهیر ثروتی که ریشش در روزهای سخت زندگی مردم در اوج تحریم‌ها داشته. حالا باید ببینیم که در حال حاضر بابک زنجانی چه پیوندی با سیستم داره. زنجانی تنها نیستش. او ویترین جریانیه که در اون فساد یک باگ یا خطا نیست بلکه یک ویژگی است. وقتی اقتصاد دولتی باشه و سیاست خارجی تنش‌زا، راه برای کاسبان تحریم باز میشه. این افراد در دل حکومت رشد میکنن، با نهادهای قدرت عکس یادگاری میگیرن و وقتی که تاریخ مصرفشون تموم میشه یا این که زیاده روی میکنن، خود سیستم اونها رو قربانی میکنه. اما چنین سیستمی همواره بابک زنجانی های جدیدی رو به وجود میاره تا چرخه غیر شفاف اقتصاد بچرخه. داستان بابک زنجانی درسنامه اقتصاد رانتیه. او به ما نشون داد که چطور در غیاب رسانه‌های آزاد، پارلمان مقتدر و سیستم بانکی شفاف یک راننده میتونه به امپراتور نفت تبدیل بشه. فکت تلخ تاریخی اینه که 3 میلیارد دلاری که از اون صحبت میشه فقط یک عدد نیست. این رقم معادل ساخت هزاران مدرسه، نوسازی ناوگان هوایی یا نجات دریاچه ارومیه بود. بازگشت او به عرصه عمومی بدون پاسخگویی شفاف به این سوال که آن پولها دقیقاً کجا رفت و چه کسانی پشت او بودند، تیر خلاصی به اعتماد عمومی است. بابک زنجانی قهرمان دنیایی است که در آن رابطه بر ضابطه پیروز میشه.
تا زمانی که ساختار تولید رانت اصلاح نشه، ما فقط تماشاگر تعویض بازیگران این نمایش تکراری خواهیم بود. بازیگرانی که میآیند، میبرند و گاهی هم برای مدتی به مرخصی میروند.